در جلسه قبل درباره اینسرت و اووررایت با هم به صحبت نشستیم. اما اگه من بخوام حالت اینسرت و اووررایت رو به صورت دستی انجام بدم، چگونه میتونم این کار رو انجام بدم؟ در جلسه قبل با استفاده از راست کلیک و حالت گزینه‌هایی که اینجا وجود داشت، اومدیم و این کار رو انجام دادیم. ولی حالا بیایم چگونه این کار رو با دستی انجام بدیم. حالا کافیه من فایلمو از قسمت پراجکت یا سورس انتخاب کنم. برای مثال من این تیکر رو انتخاب میکنم، او فشار میدم و حالا کافی اونو بگیرم و حالت اووررایت رو داشته باشم و هر جایی که خواستم ببینید قرارش بدم روی فایل ها، بالای فایل ها و حالت اووررایت برام انجام میشه. مشاهده کنید این قسمت برام کات خورد و این اومد به جاش نشست. مثل اینه که در اون صف 20 نفره من یکی رو بیرون بکشم و خودمو داخلش قرار بدم و طول صف ثابت باقی میمونه. اینجا هم طول کلیپ برام ثابت باقی میمونه. کنترل زد برگردم. حالا میتونم هر لاینی که خواستم انتخاب کنم، هر خط ترکی که دوست داشتم بیام و حالت اووررایت رو داشته باشیم. اما حالت اینسرت چگونه انجام میشه؟ خب دوباره من میتونم فایلمو از هر جایی که خواستم انتخاب کنم. برای مثال اینجا اونو میگیرم، کافیه کلید کنترل با ویندوز و با مک کلید آپشن رو کامند رو نگه دارید. به این صورت یک خط برای شما ظاهر میشه که داره هشدار میده که اعمال اینسرت میخواد انجام بشه و هر جایی که من خواستم کافی قرارش بدم. برای مثال بیایم و در خط اول و موس رو رها کنید. مشاهده میکنید که فایل من از جایی که انتخاب کردم نشست و بقیه فایل ها بعد از اون موکول شد. مثل این میمونه که من بیام و خودمو بین یک صف حالا از اول تا آخر قرار بدم و طول صف اضافه میشه. مثل اینجا که طول کلیپ برای من اضافه میشه. من اینو انتخاب میکنم، کنترل رو نگه میدارم و حالا از اینجا رو انتخاب میکنم و رها میکنم. اینجا کات میخوره، فایل من قرار میگیره و هرچی باقی بمونه بعد از اون فایلی که من اینسرت کردم میاد و اعمال میشه به این صورت و طول کلیپ برام اضافه شد. کنترل زد برمیگردم. این بود حالت دستی اینسرت و اووررایت. اوکی، حالا بریم سراغ بحث ریپلیس کردن. ابتدا ریپلیس کردن با حالت دستی رو به شما آموزش میدم. کافی اون فایلی که مد نظر شما هست رو انتخاب کنید. برای مثال من این فایل رو انتخاب میکنم. کافی کلید آلت برای ویندوز و کلید آپشن برای مک رو نگه دارید. خب روی کدوم فایل میخواید بیاید و این کار رو انجام بده؟ مشاهده کنید در این قسمت دوریشن این جایی که من آیود انتخاب کردم 4:27 فریم هست، در حالی که دوریشن این فایل من که در اینجا قرار گرفته اگه انتخابش کنم دوریشنش هست حالت 5:21 فریم، یعنی 5 ثانیه و 21 فریم. اوکی، من میام یه مقدار اونو بزرگتر در نظر میگیرم و دوریشن اینو میذارم 11 ثانیه. دوریشن این 5 ثانیه هست. خب حالا اینو میگیرم، آلتو نگه میدارم و اونو ریپلیس میکنم. مشاهده میکنید که عوض شد و تصویر من از این حالت به این حالت ریپلیس شد و جاشون عوض شد. اوکی، حالا مشاهده کنید در این قسمت من به فریم اول اون سلکت هم برگردم و حالا از اینجا برای اینکه به فریم اول دقیقاً برگردم کافیش کلید شیفت رو نگه دارم و در اینجا اونو رها کنم. مشاهده میکنید که اول اون جایی که انتخاب کردم با جایی که ریپلیس شده یکی هست، ولی جایی که انتهاش هستم مهم هست. من میام دقیقاً تا آخرین فریمی که اینجا وجود داره و از این قسمت میام به آخرین فریم. مشاهده میکنید که طول کلیپ اولیه برای اون مهم هست و ریپلیس انجام میشه و کاری به طول کلیپ ثانویه و حالت ریپلیس نداره تا جایی که حالت اولیه انتخاب میشه و تا جایی که جا داشته باشه درون اون قرارش میده و بقیه براش دیگه کات میشه و اعمال نمیشه. تا اینجا تقریبا تا اینجاها براش چی شده؟ اعمال شده تا اینجاها. یعنی اینجا دیگه چون طول کلیپ اولیه کم بود انتخاب نشد. اوکی، کنترل زد برگردم. حالا بیایم و یک زمان کوتاه‌تر رو در نظر بگیریم.
این دوریشنش 5 ثانیه بود، من بیام در این قسمت او فشار بدم و دوریشن اونو تبدیل به 2 ثانیه کنم. کافی اونو بگیرم، آلتو نگه دارم و روش ریپلیس انجام بشه. مشاهده میکنید که باز همون اتفاق قبلی افتاد. پس به این نتیجه میرسیم که حالت اوت براش مهم نیست و فقط نقطه آغازین براش مهم هست و نقطه آغازین رو اعمال میکنه تا هر جایی که اون کلیپ من ادامه داشته باشه روش میاد و قرار میگیره. ولی من اینو نمیخوام، فقط میخوام همون قسمتی که انتخاب کردم بیاد داخل این فایلی که مد نظرم هست و ریپلیس براش انجام بشه. خب چی کار کنیم؟ اینجاست که باز ساب کلیپ به کمک ما میاد و من کافی ساب کلیپمو انتخاب کنم، ازش جایی که هست یک ساب کلیپ بسازم و با توجه به اون ساب کلیپی که ساختم میتونم بیام و اون رو ریپلیس رو انجام بدم. برای مثال من این ساب کلیپ رو در نظر میگیرم با دوریشن 3 ثانیه در حالی که دوریشن این 5 ثانیه هست. خب کلیپ رو میگیرم، آلتو نگه میدارم و روش اعمال میکنم. مشاهده میکنید که دقیقاً به همون اندازه‌ای که ساب کلیپم بود اومد و اعمال شد. اما یه بخشی شما دارید هاشور مشاهده میکنید. اینجا دارید هاشور رو مشاهده میکنید. یعنی چی؟ یعنی داره به تو میگه که تا اینجایی که حالت شکل آبی هست کلیپ تو وجود داره، زمان کلیپت وجود داره. از این جایی که هاشور خورده به بعد کلیپ تو دیگه چیزی داخلش وجود نداشت که من بیام و اونو ساب کلیپش کنم و اونو جاش ریپلیس کنم. شما کافیه اونو بگیرید تا اون جایی که مد نظرتون هست بیایید و اعمال کنید. اوکی؟ ولی اگه من صدا رو داشته باشم مشاهده میکنید که صدا برام هست، یعنی صدای کلیپ قبلی رو برام گذاشته و فقط حالت ویدیو رو اومده برام کات کرده و حالت ریپلیس براش انجام شده و چون زمان تموم شده یه تصویر سیاه اومده به جاش گذاشته. این بود از حالت ریپلیس به صورت دستی. اما ریپلیس به صورت حالت انتقال، یعنی بگیریم اونو و در اینجا اونو ریپلیس کنیم. کافی جایی که مد نظرم هست CTI و شاخص رو نگه دارم تا بیاد و حالت ریپلیس برام انجام بشه. برای مثال من میخوام این فایل رو بیام و به جای این قرارش بدم. کافیه اونو بگیرم و حالت ریپلیس رو بیام روی پروگرام و ریپلیس رهاش کنم. مشاهده میکنید که اومد و حالت ریپلیس انجام شد، ولی تا جایی که جا داشت، تا جایی که اومد و اون طول کلیپ اولیه ما وجود داشت خودش رو اومد ریپلیس کرد. این بود حالت ریپلیس کردن رو که با هم مرور کردیم به روش های مختلف. حالا اگه روش های دیگری هم وجود داشته باشه در جای خودش بهش خواهم پرداخت. اوکی؟ اینم از این. اما زمانی میرسه که ما راش های زیادی داریم، کلیپ های زیادی وارد کردیم، ادیت های زیادی انجام دادیم، ساب کلیپ های زیادی ساختیم. حالا من در خط تدوینم در اینجا میخوام اونو در این قسمت پیدا کنم. ببینید ممکنه 200 تا باشه، 300 تا باشه، 400 تا باشه با توجه به اون فیلمی که دارید کار میکنید و من میخوام اینو در این قسمت پیدا کنم و روش کارهای انجام بدم. برای مثال کافیه روی این قسمت راست کلیک کنید، کاری با این گزینه ها نداشته باشید، به تک تک اونها خواهیم پرداخت. در بحث تایملاین نگران نباشید و شما کافیه گزینه ریویال این پراجکت رو انتخاب کنید. به محض انتخاب کردن مشاهده میکنید که در قسمت پراجکت اینجا برام اومد و پیداش کرد. کافی در این قسمت راست کلیک و حالت ریویال این پراجکت رو انتخاب کنید، برام پیداش کرد. اوکی؟ اینم از این حالت. اما یک گزینه دیگه هست برای ریپلیس کردن. البته گزینه‌های دیگری هم اینجا وجود داره که در بحث خودش خواهیم پرداخت، مثل ریویال این اکسپلورر که وقتی اون انتخاب میکنم میاد و در جایی که سیستمم هست اونو پیدا میکنه. مشاهده کنید اینجا پیداش کرد، داخل خود سیستم میاد پیداش میکنه برای پراجکت و برای خود سیستم، حافظه کامپیوترم، حافظه سیستمی که باهاش دارم کار میکنم. اما یه روش دیگه برای ریپلیس کردن هم وجود داره. یعنی چی؟ من در این قسمت میام و بر فرض مثال اینو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم. حالا در این قسمت کافیه گزینه از اینجا اگه پیداش کنم، از اینجا ریپلیس فوتیج رو انتخاب کنم. به محض انتخاب ریپلیس فوتیج وارد سیستم میشم
و هر فایلی که من انتخاب کنم میاد و به صورت کامپلت اونو از داخل پراجکت و تایملاین باهاش ریپلیس میکنه و من این گزینه رو انتخاب میکنم، سلکت و فشار میدم و مشاهده کردید در این قسمت که کلا اومد برام چی شد؟ ریپلیس شد. اگه دابل کلیک کنم مشاهده کردید که اون فایل قبلی کلا ریپلیس شد و فوتش برام برگشت و اینو به جاش گذاشت. در این قسمت اگه وارد بشم مشاهده میکنید که اون فایل قبلی با این فایل اومد و ریپلیس شد. اما اگه مدت زمان اون فایلی که انتخاب میکنید با اون فایلی که ریپلیس میکنید به صورت کامپلت اگه دارای هاشور بود پس متوجه بشید که مدت زمانش کمتر از اون فایل ریپلیس شده هست. اوکی؟ این از این حالت. برای مثال در این قسمت من بیام و به جای این کار رو انجام بدم. این حالت فایل اصلی هست. راست کلیک کنم و گزینه ریپلیس فوتیج رو انتخاب کنم از اینجا و از این قسمت کدوم انتخاب کنم؟ برای مثال این انتخاب میکنم و اینطور رو فشار میدم. ببینید برام ریپلیس شد. دابل کلیک کنم کلا برام اومد و ریپلیس شد. اما اگه خواستم داخل اکسپلور اون رو پیدا کنم چی کار کنم؟ کافی راست کلیک کنم و ریویال این اکسپلور رو انتخاب کنم تا داخل سیستم اون فایلی که مد نظرم هست بیاد و برام پیداش کنه. این هم بود نکات اولی. البته تک تک این نکات رو دوباره در بخش پراجکت و تایملاین مرور خواهیم کرد و تکرارش خالی از لطف نخواهد بود. ضمناً تمام گزینه‌هایی که اینجا هست و دوباره و ذکر شده یا ذکر نشده دوباره توضیح خواهیم داد تا به خوبی بر محیط پریمیر به صورت آکادمیک تسلط داشته باشید و هیچی از دست شما خارج نباشه. امیدوارم این فصل هم مورد رضایت شما بوده باشه. تا بخش بعدی و فصل بعدی برای 2 پوینت و 3 پوینت و 4 پوینت یا علی و خدا نگهدار.